این مذکور با ابتکار و تشبث مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه از جانب سرایست معارف پایتخت تشکیل گردیده، آن در دایره چهاربینی‌های هفته کودکان و نورسان شهر دوشنبه و هفته علم، تکنولوژی، اینواسیون و اختراعکاری نورسان و جوانان شهر دوشنبه که طبق قرارهای داخلداری رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی اعلام گردیدند برگزار کرده شد. در رسم افتتاحی مراسم جایزه سپاری به غالبان فستیوال آزمونی استعدادهای نورس شهر دوشنبه، شکوفه‌های پایتخت و بخش‌های آزمونی هفته علم، تکنولوژی، اینواسیون و اختراعکاری نورسان و جوانان شهر دوشنبه، معاون رئیس شهر دوشنبه دلبر عادلزاده پیام شادباشی مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه را ارائه نمود. مورد به تذکر است که در دایره هفته علم، تکنولوژی، اینواسیون و اختراعکاری نورسان و جوانان شهر دوشنبه تحت عنوان دوشنبه شهری هوشمند، چهاربینی و آزمون‌های گوناگون ذهنی از قبیل آزمون برنامه‌سازی، آزمون رسمی بهترین، آزمون بهترین اسه، فروم نورسان و جوانان اوید به تکنولوژی‌های اطلاعاتی و کمیونیکاسیونی با اینووات معرفی برنامه‌های اینوواسیونی و کنفرانس علمی ایجادی آموزگاران مؤسسه‌های تعلیمی شهر دوشنبه در موضوع گزارش به تحصیلات رقمی در شهر دوشنبه تشکیل و گذرانیده شدند که در آنها شمار زیادی خوانندگان و آموزگاران جلب کرده شدند. تو شهر نازنینان دوشنبه، جوانی گلافشان دوشنبه، مکان لطف و احسان دوشنبه، عزیز و راحتی جان دوشنبه، تو قلبی تاجیکستان دوشنبه. من اشور و نوریه، خواننده صنف 4 گیمنازیا 1 برای خوانندگان بالایقت شهر دوشنبه. طول 4 سال است که در آزمون‌ها، المپیاده‌ها اشتراک کرده جای‌های نمایان را سزاوار می‌گردم. امسال باشد از نامیناسیون رابطی بهترین در آزمون شکوفه‌های پایتخت اشتراک کرده سزاوار شاه جایزه شدم. فستیوال آزمونی استعدادهای نورس شهر دوشنبه شکوفه‌های پایتخت باشد با مقصد دریافت و هوسمند گردانیدن کودکان و نورسان صاحب استعداد شهر دوشنبه و در این زمینه مساعدت کردن در رشد معنوی و ذهنی، فراهم آوردن شرایط جهت تکامل دادن ذوق و استعداد، تربیت فرهنگی و استتیکی، جلب نمودن نسل نورس با کارهای ایجادی و هنری و فراگیری آنها در وقت خالگی با کارهای مفید گذرانیده شده. سال جاری آن جهت عملی سازی نقشه چهاربینی‌های برنامه دولتی دریافت و رشد استعدادهای شهر دوشنبه برای سالهای 2021-2025 دایر کرده شد. باید ذکر نمود که فستیوال مذکور ماه‌های فوریه می سال روان در 3 دوره بین خوانندگان صنف‌های 1 تا 9 مؤسسه‌های تحصیلاتی میانه عمومی از روی شرط‌های راویان، سرود یکه، رقص رقص گروهی، خورسرایی، نوازندگی، مهارت اکتوری و غیره دایر کرده شد. همین طریق مراسم جایزه سپاری به غالبان فستیوال آزمونی استعدادهای نورس شهر دوشنبه، شکوفه‌های پایتخت و بخش‌های آزمونی هفته علم، تکنولوژی، اینواسیون و اختراعکاری نورسان و جوانان شهر دوشنبه و طوری با شکوه دایر شده. در ادامه آن برنامه فرهنگی آماده نموده اشتراکیان فستیوال آزمونی استعدادهای نورس شهر دوشنبه، شکوفه‌های پایتخت پیشنهاد گردید.
دوشنبه پایتختم خانه‌ای امیدی آروانی توی آثاری تاریخی نشان از نسل انسانی بیدار دوست در یک ساکنت عمر تو را از قلب مقامی ملتی تاجی مرامی تاجیکستانی فضایت بستراوت بار و پاک و تازه و زیبا کنارت هست دریاها روان زبری نیسانی دوشنبه پایتختم دوشنبه پایتختم دوشنبه پایتختم خانه‌ای امیدی آرانی دوشنبه پایتختم دوشنبه پایتختم دوشنبه پایتختم نشان از نسل انسانی نشان از نسل انسانی آثاری تاریخی نشان از نسل انسانی بیدار دوست در یک ساکنت عمر تو را از قلب مقامی ملتی تاجی مرامی تاجیکستانی فضایت بستراوت بار و پاک و تازه و زیبا کنارت هست دریاها روان زبری نیسانی دوشنبه پایتختم دوشنبه پایتختم دوشنبه پایتختم خانه‌ای امیدی آرانی دوشنبه پایتختم دوشنبه پایتختم دوشنبه پایتختم نشان از نسل انسانی
آه نزن سرمکی به سرمت زبایی آهوی شیرمست میانی گلی صحرایی رزا دندانکم گلی بادامکم رزا دندانکم گلی بادامکم آه نزن سرمکی به سرمت زبایی آهوی شیرمست میانی گلی صحرایی چشم بیا سروی خیرامان چرخ بیزن یاری جان بیشکنم ارمان تو بیا جلوه نوا ماهی شبی تار بوس زنم 5-4 ای لبک دیار آه نزن سرمکی به سرمت زبایی آهوی شیرمست میانی گلی صحرایی رزا دندانکم گلی بادامکم رزا دندانکم گلی بادامکم آه نزن سرمکی به سرمت زبایی آهوی شیرمست میانی گلی صحرایی چادر چکنای کلتو دامن چکنای زبنده بسد مفیلو سد انجمنای در فضل دلی تازه گلی نوروزی پیغامی بهاری لال رزی وطنای با دلی زار آمدم کوک شکار آمدم کوک شکار چی باشه پیشکی یار آمدم با دلی زار آمدم کوک شکار آمدم کوک شکار چی باشه پیشکی یار آمدم با دلی زار آمدم کوک شکار آمدم کوک شکار چی باشه پیشکی یار آمدم از عشق جفا و زری دیدم که نپرس تا آخر زندگی علمهاش بسای با دلی زار آمدم کوک شکار آمدم کوک شکار چی باشه پیشکی یار آمدم با دلی زار آمدم کوک شکار آمدم کوک شکار چی باشه پیشکی یار آمدم ای هموطنان جانی من و جانی شما دستی طلبی من است و دامانی شما با شکر و سپاسی تاجیکستانی عزیز خوانم غزلی قلب غزل خوانی شما بخوانم غزلی قلب غزل خوانی شما
چی خواهی جان کنی خواه به معنی وطن داری رسیدم وطن 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 ای وطن 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 ای وطن 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 ای وطن
we have